درخت دوستی بنشان که کامی دل ببار آورد. نهالی دشمنی برکن که رنجی بیشمار آورد. چو مهمانی خراباتی به عزت باش بارینده، که درد سرکشی جانا گرد مستی خمار آورد. شبی صحبت غنیمت دام که بعد از روزگاری ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آورد. اماری داری لیلی را که مهد ماه در حکم است، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. دوستان امشب دوایی جان محزونم کنید، بر سرم افسانه خوانید و افسونم کنید. نیست دردی مرا با درد مجنون نسبتی، میشوم دیوان اگر نسبت به مجنونم کنید. شهسواری من به صحرا رفته و من موندم، زینگونه میخواهم که از شهر بیرونم کنید. بی ثمری حصار شد در چمنی امیدی ما، توره امن شانه زد سایه برگ بیدی ما. آینه داری فنا ناز هوس نمی کشد، خط به قلم کشیده اند از ورقی سفیدی ما. درد سری جهانی رنگ در خوری دانش است و بس، نیست به کسب عافیت خیری جنون مفیدی ما. اساسی پیشرفت عقل انسان و جامعه را خواندن کتاب و استفاده حکمت بزرگ آن تشکیل می‌دهد. از همین نقطه نظر است که بزرگترین عالمان و دانشمندان قدرت و توانایی فکر انسان را برابر به اندازه کتاب خواندن او می‌دانند و فکر کردن او را در کتابخانه می‌بینند. خوشبختی و سرفرازی ما تاجیکان است که شاعران و عالمانمان کتاب را در سطح بلند ستایش کرده و آن را فروغ صبح دانایی، راحت افزای جان و راحت دل، دوست صادق و با شرف، خورشید جهانی معنوی اهل بشر و کلید قلف هر مشکل نامیدند. تنی آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباسی زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میانی نقشیده وار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مقام آدمیت. اگر این درنده خوی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده مانی بر روان آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحتی تو گفتم، همه از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. به هر منزل که جانانی من آنجاست، تنم اینجا ولی جانی من آنجاست. من اردرم بی حمدالله که باره، دلی به صبر و سامانی من آنجاست. مرا گر نیست جا بر طرف بامش، خوشم که آواز افغانی من آنجاست. چه حاجت ماه تابان در دیاره، که خورشیدی درخشانی من آنجاست. به تیغ آن مه دلم را میکند چاک، بهانه آن که پیکانی من آنجاست. مخوان جامی جز آنجا گفته خویش، که محبوب سخندانی من آنجاست. اسکندر مقدونی با حیله تمام حصار را شد و با ویران کردن آن فرمان داد. بگفتندش که در آنجا حکیمش دانا و به حل مشکلات حکمت توانا. او را بخواندش و چون آمدید که شکل نایب و از عقل انسان از اون نفور، گفت این چه شکل غریب و تنی مهیب است. حکیم از این سخت برآشفت و در آوان برآشفتگی خندان گفت: طعنه بر من مزن بر صورت زیشت، ای تهی از فضیلت و انصاف. تنبو چون شمشیر و جان، تنبو چون خلاف و جان شمشیر، کار شمشیر میکند نه غلاف. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستت دارم، جوانانی سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و رازی در کمتر جو، که کس نگشوده نگشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ،
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. пешвои муаззами миллат дар паём ба масъалаҳои китоб хондан дониш андӯхтан таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда дур шудан аз китобхониро яке аз масъалаҳои нигароникунанда қайд карданд. воқеан муносибати ҳадафнок ба китобхонӣ ва огаҳ будан аз андешаҳои бузургони илму адаб яке аз хусусиятҳои миллати соҳибтамаддун мебошад ки мо имрӯз шоҳиди он ҳастем ки қишри таълимгирандаи мо аз китобхонӣ дур шуданд ва вақтҳои зиёди худро ба интернет сарф мекунанд. албатта интернет низ як воситаи иттилоъ ҷамъкунист, вале ҳеҷ гоҳ ҷойи китобро намегирад. имрӯз ҳам китоб шиносномаи шоистаи миллати мост. таваҷҷӯҳи махсуси пешвои муаззами миллат ба китобхонӣ ва гузарондани озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст барои ҷалби доираи васеъи ҷомеа дар ҳар сол идомаи фармодаҳои хиратмандона ва маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ای کی از قدی رسا هیئتی سروی چمنی چون سر و بقد لیک با آرز سمنی لبودندانی تو ای سر و قدیسی منبر بهتر از لعلی بدخشانی و دوری عدنی گفتمش شان صفت پنجه به زلفی تو زنم کرد خاصیتی لعلی لبی جانان شاهین توتی طبعی مرا شهره به شکر شکنی. миллати мо бо китоб ва китобхонӣ заковат ва маърифатнокии худ дар ҷаҳони мутамаддин мақоми шоиста касб кардааст. китоб ганҷ, манбаи дониш, дӯст, ҳамсӯҳбат ва раҳнамои кас мебошад. китоб дар радифи модар ва ватан арзандатарин муқаддасот ба ҳисоб меравад. он ба одам таассуроти амиқ бахшида ҷаҳонбинияшро бой мегардонад. аз ту як соат ҷудоӣ хуш намеояд маро, бо дигар кас ошноӣ خوش نمی آید مرا. گوییم روزیندرو سلطانی وقتی خیش باش، بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاکی آن درم، با بزرگان خود ستایی خوش نمی آید مرا. گفتمش در آبی آرز اکسیژنی ما نما، گفتا هر دم خود نمایی خوش نمی آید مرا. دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازاری خیش و آتشی ما تیز می کنی. گر خونی دل خوری فرح افزای می کنی، گر قصد جان کنی طرب انگیز می کنی. بر تلخوشی من اگر خنده ای آید، شاید که خنده شکرآمیز می کنی. حیرانی دست و دشنه زیبات ماندم، کاهنگ دلی ما چی دل آویز می کنی. سعدی گلت شکوفت همانا که صبحدم، فریادی بلبلانی سحرخیز می کنی. زی دستی کوته خود زیر بارم، که از بالا بلندان شرمسارم. مگر زنجیر موی گیردم دست، وگرنه سر به شیدایی برارم. زی چشمی من بپرس افزای گردون، که شب تا روز افسر می شمارم. من از بازوی خود دارم بس شکر، که زوری مردم آزاری ندارم. инсон метавонад бо сабабҳои гуногун ҷаҳонро сайр кардан натавонад. агар вай бисёр мутолиа кунаду китобро аз дилу ҷон дӯст дорад, бузургӣ дар пеши чашми ӯ кушода мешавад. ҳар як шахс бо воситаи хондан донишро афзун мегардонад, ҳиссиёти хубашро сайқал медиҳад. чуноне ки гул аз гулзор, сабзаву лола аз кӯҳсор, об аз ҷӯйбор, капку товус аз марғзор ҷуста мешаванд, гавҳари дониш аз китоб ба даст меояд. китоби хуб устоди беминнат аст.
мо ба ҳифз кардани китобҳои қадимаву ҳозира илму фарҳанги тоҷикистонро азиз медорем. ҳар як китоб ҳамчун хишти хубест дар пойдории ҳаёти оянда. ای چهره ای زیبای تو رشکی بتانی آزری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری هرگیز نآید در نظر نقش زیرویت خوبتر شمسی ندانم یا قمر حوری ندانم یا پری آفاق را گردیده ام مهری بتان ورزیده ام بسیار خوبان دیده ام اما تو چیزی دیگری عالم همه یغمای تو خلقی همه شیدای تو آن نرگس شهلای تو آورده رسمی کافری ای راحتی آرام جان با قدی چون سروی روان زینسان مرو دامن کشان کارامی جانم میبری. کامده و مدن اثر عشقی است. امروز کامده خود یک روز این معدن رقاصه قصر بود و معدن به او عاشق می شود. روز معدن رو می‌دوزند و معدن به کامده گل داده بود که وای گفت اگر این گل پژمرده شود فهم که من در بلاام و اگر که این گل ساق سلامت و شکوفا باشد فهم که من خرسند و بیغمم. بعد معدن را شاهی سرزمین شمال یاری میرساند و میخواهد که داستان کامده و معدن را شنیده بخواهد آنها را سنجش کند و خبری دروغ به کامده میرساند که معدن در یک از جنگ ها وفات کرده است. کامده در جایش بهوش میشود و بعد از خبری آن غلام به شاه گفتنی می شود این واقعه را که معدن میفهمد و هر دو بهوش می شوند. بعد شاه سرزمین شمال فرمان می دهد که آنها را به گرمابه برده با آنها را تبابت کنند. وقتی که آنها به هوش می آیند در پهلو یکدیگر خلاصه در آخر هر دو به مقصد می رسند. میخوام یک مخمس از ابوالقادر بدیر قرائت کنم. ای سنگی ترازوی وقاری تو شررها گردی رمی اسباب شکوهت کروفرها مشگانی فراهم شده اندازی نظرها آسودگی جمله کمینه های سفرها بالین همه چون بیضه پر از وحشتی پرها گاه دلت از گردی نفس صوب کمند است گاه نفس از رقص هوس دودی سیپند است وهمی تو به هر رنگ خیالات پسند است هرچند دماغی تک و تازی تو بلند است گردون نتوان گشت به این گردش سرها عمری به هوس زحمت انفاس کشیدی در دشت و در از حسرت آرام دویدی تا رفت شباب و بدم شیب رسیدی آسان ندمیده از زیموی تو سپیدی لیکن تو نی محرم شبگیری سحرها بدیل همه یارانی گوهفشانی تو بودند میتحدگری اخلاق نمایانی تو بودند در آرزوی دعوت احسانی تو بودند ممنونی کبابی دلی بریانی تو بودند آه از تو که بوی نرساندی به جگرها. оре китоб калиди хазинаи илму маърифат буда таҷрибаю дониши донотарини доноёнро дар бар мегирад. китоб аҳамияти бузурги тарбиявию ахлоқиро дорост. китобдорӣ аз касбҳои пуршараф буда танҳо шахсони бо фарҳангу илмдӯст ин пешаро интихоб мекунанд. ҳаётро бедониш ки аз китоб сарчашма мегирад тасаввур кардан мумкин нест. китоб барои мо дӯсти бовафо, маслиҳатгари беминнат, рафиқи беғараз, ҳамдаму ҳамсӯҳбати мувофиқ ва ниҳоят сарвати бебаҳо аст. китобхонӣ ҷузъи муҳими тарбияи насли наврасро бояд ишғол кунад. یکی کویت بشنوی زیبا رفیق تا بدانم شرط این بحری عمیق بود بازرگان او را توتیه در قفس محبوس زیبا توتیه
چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک رازی جود، گفت بهری تو چه آرم گوی زود. هر کسی از وی مراد خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گفت توتی را چه آرم ارمغان، کارمد در خطه هندوستان. گفت آن توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کنزی حالی من بیان. آن یکی توتی که مشتاق شماست، در قضای آسمان در حزب ماست. از شما او کرد سلام و داد خواست، و از شما چاره رهی ارشاد خواست. دیده را عمری به مردم آشنا کردم نشد، سینه را آیینه صدق و صفا کردم نشد. با بد و نیکی جهان عهد و وفا کردم نشد، در دلی هر کس زیروی خیش جا کردم نشد. خانه شادی برای خیش وا کردم نشد. مهربانی ها نمودم دوستانی خیش را، یار با مدح و ثنا گفتم زبانی خیش را. چون قلم گویم من اکنون داستانی خیش را، خاک پای هر یک از همصحبتانی خیش را. سالها در دیده خود توتیا کردم نشد، مدتی چون سایه بودم در قفای شیخ و شاب. روزگار همنشین بودم به مینا و شراب، سر به تنهایی برارم بعد از این چون آفتاب. پاسی خاطر تا به کی دارم در این دیر خراب. مطالعه کتاب یکی از واسطه‌های غنی گردیدن حافظه میباشد. محض توسط گرفتن اخبار و خواندن کتاب انسان درباره واقعه و رویدادهای عالم معلومات پیدا کرده دایره جهانبینی خویش را وسیع میگرداند. در عالم ملت‌هایی هستند که اکثر مطلق افراد آنها به کتابخوانی مشغول شده این عملی شایسته را به فرزندان از آوان کودکی می‌آموزانند. برای این قبیل ملت‌ها کتاب غذای روح، راحت جان و منبع الهام میباشد. تاجیکان به دایره همین قبیل خلق و ملت‌ها داخل شده از قدیم به کتاب ارج میگذاشتند و خواندن کتاب را به فرزندان ترغیب میکردند. دوش آنا مهربان احوالی ما پرسید و رفت، صد سخن گفتیم اما یک سخن نشنید و رفت. هر کی آمد در غم آبادی جهان چون گیرد باد، روزگار خاک خورد آخر به هم پیچید و رفت. وقتی آن کس خوش که چون برق از گریبانی وجود، سر برون آورد و بر وضعی جهان خندید و رفت. دلا تا کی همی جویی منی را، چی داری دوست هرزه دشمنی را. چرا جویی وفا از بی وفایی، چی کوبی بیهوده سر آهنی را. ایا سوسن بناگوشی که داری، برشکی خیشتن هر سوسنی را. یکی زیان برزنی ناراه برشو، که در آتش نشانی برزنی را. دلی من ارزنی عشقی تو کوهی، چی سایی زیری کوهی ارزنی را. ببخشا ببخشا ماهی من بر من ببخشا، مکش در عشقی را چون منی را. بیا اینک نگه کن رودکی را، اگر بی جان روان خواهی تنی را. داستان رسم سهراب با گردآفرید. چو آگاه شد دختری گشت هم، که سالار آن انجمن گشت کم. خمین گشت و برزد خروش بدرد، برآور از دل یکی باد سرد. زنی بود برسانی گرد سوار، همیشه به جنگ اندرو نامدار. کجا نامی او بود گردآفرید، که چون او به جنگ اندرو کس ندید. چنان ننگش آمد زیکاری خجیر، که چون لاله برگشت به کرداری خیر. بپوشید هفتان و بر سر نهاد، یکی ترک چینی به کرداری باد. نهان کرد گیسو بزیر و زیره، بیزد بر سری ترک و رو میگیره. و پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعدی خروشان یکی ویله کرد. که گردان کدامند و سالار کیست، زی رزم آوران جنگ را یار کیست. که بر من یکی آزمون را به جنگ، بگردد بسانی دلاور نهنگ. زی جنگ آوران لشکری سرفراز، مرو را نیامد کسی پیش باز. چو سهرابی شیر افگن او را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. یکی ترک چینی به کرداری باد، بیامد دامان پیش گردآفرید. چو دختی کمند افگن او را بدید، کمان را به زه کرد و بگشاد بر. نبود مر را پیش تیرش گذر. به سهراب به تیرباران گرفت، چپ و راست جنگی سواران گرفت.
نهان کرد گیسو به زیر و زیره، بزد بر سری ترک و رو میگیره. ба маънои дигар китоб сарчашмаест ки инсон ба воситаи он иттилоъ мегирад, захираи луғавии худро бой месозад, аз дигаргуниҳои олам бохабар мешавад ва ба ҷаҳони мураккаби одамони дигар ошно шуда неку бади дуньёро мефаҳмад. Китоб инчунин имкон медиҳад ки инсон қобилияти фикронии худро ташаккул диҳад, доир ба ҷузътарин масъалаҳои зиндагӣ назари мустақил дошта бошад, дар доираи асарҳои мутолиа кардаи хеш ва дар мисоли рафтору кирдори одамони гуногун хулосабарорӣ намояд. Яъне китоб ҷанбаи зеҳниву маънавӣ ва равонии шахсро тақвият бахшида ба ӯ имкон медиҳад ки оид ба ҳар як ҷузъиёти ҳаётӣ натиҷагирӣ кунад ва ба иштибоҳ роҳ надиҳад. بیا ای بدلی از کار مانده، زبیم اندر پسی دیوار مانده. دلیری کن که میدان از دلیر است، اگر روبه دلیر افتاد شیر است. چی خوش گفتند مردانی جگردار که پای پیش نیست دست برون آر. که از این دست از همه کس بیش باشی، بدین جا از همه کس بیش باشی. سری صحرای رسوایی گریز است، کلیدی مملکت شمشیری تیز است. با یک دم عالم را فتح کردن، به از ننگی همه عالم بگردن. سری دشمن روان از تن جدا کن، وگرنه رو سری خود را فدا کن. اگر 100 سال زیری سنگ باشی، از آن بهتر که زیری ننگ باشی. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح دردی اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفتی بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یاری من، از درونی من نجست اسراری من. سیری من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تنزی جان و جان زیدن مستور نیست، لیک کس را دیدی جان دستور نیست. آتش است این بانگی نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتشی عشق است کاندر نی فتاد، جوششی عشق است کاندر می فتاد. نی حریفی هر کی از یار برید، پرده‌هایش پرده‌های ما درید. همچون زهر و مشتاقی که دید، همچون زهر و تریاقی که دید. یک حکایت بشنو ای زیبا رفیق، تا بدانی شرط این بحری عمیق. بود بازرگان او را توتیه، در قفس محبوس زیبا توتیه. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را ز جود، گفت بهری تو چی آرم گوی زود. هر یکی از وی مراد خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گفت توتی را چی خواهی ارمغان، کارمد از خطه هندوستان. فریاد که در عالم تحقیق کسی نیست، فریاد که در عالم تحقیق کسی نیست. یک خانه عنقاست که آنجا مگسی نیست. با عقل چی جوشیم که جز فهم ندارد، از عشق چی لافیم که بیش از هوس نیست. گر دل بتپد غیر نفس کیست رفیقش، بر چشم پرد جز میجه امیدی خسی نیست. حیرت زی رفیقانی سفر کرده چی جویم، دیدیم که رفتند و صدای جرس نیست. بر وعده دیدار که فرداست حسابش، امروز چی نالیم نفس هم نفس نیست. ای کاش دم چند فراوان توان زیست، اما چی توان کرد که با مو نفس نیست. بر بیکسی کاغذی آتش زده رحمه، که این قافله را غیر عدم پیش و پس نیست. بلبل از شاگردیم شد همنشینی گل به باغ، در محبت کاملم پروانه هم شاگردی ماست. گرچه باری غم برون انداختم، بر روزگار جامه نیلی کرد اینک، بین که پشت ما دوتاست. دختر شاهم ولیکن رو به فخر آوردم، زیب و زینت بس همین است، نام من زیب و نیساست. دلا دیدی که جانانم نآمد، به درد آمد به درمانم نآمد. به دندان میگزم لب را که هرگز، لبی لالش به دندانم نآمد. ندیدم هیچ روز تیر مژگان، که جوی خون به مژگانم نآمد.
ندیدم هیچ وقت لعلی خندان که خون از چشم گریانم نآمد. چه تابه بود در زلف چو مستش که آن 100 بار در جانم نآمد. بسی دستان بکردم لیک در دست سری زلفش به دستانم نآمد. سری زلفش بسی دارد رهی دور ولی یک ره به پایانم نآمد. چگونه آن همه ره پیش گیرم که آن ره جز پریشانم نآمد.